این هفته خبر تو خبر داره براتون از پایان عبرت آموز قذافی که در روز آخر نه لباس فاخری براش موند و نه کتاب سبزی. در حالی که با انتشار این تصاویر تو خیابونهای لیبی مردم به جشن و شادی پرداختند، تو بیت عظما همه زانوی غم به بغل گرفته بودند و برای سرنوشت عظما اشک میریختند. آقا جان شنیدم گوشه حجره مثل مار گزیده به خودت میپیچیدی. البته برای پوشوندن این دلپیچه طبق معمول تلویزیون عظما با نعل وارونه تو وقاحت رکورد جدیدی زد و اینطور گفت: جمهوری اسلامی ایران هلاکت دیکتاتور لیبی را به ملت این کشور تبریک گفت. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه مستبدان و ظالمان تاریخ فرجامی جز نابودی ندارند افزود: جمهوری اسلامی ایران این پیروزی بزرگ ملت لیبی را به ملت مسلمان و رنج کشیده لیبی و شورای ملی انتقالی این کشور تبریک میگوید. پس منتظر باش که فرجام دیکتاتور نمونه هم تو راهه. دیکتاتورای دیکتاتور واسه تو اینجا جا نیست، این تو بمیری دیگه از تو بمیری یا نیست. دیکتاتورای دیکتاتور واسه تو اینجا جا نیست، این تو بمیری دیگه از تو بمیری یا نیست. خب حالا بذارید یه گزارشی بدیم از سفر خامنه‌ای به کرمانشاه که فرصتی بود تا 10 روز تمام فک بزنه و سنگ‌هاشو با باندهای رقیب صاف کنه. این وسط یک کلکسیونی از بسیجی‌های ساندیسی هم به نمایش گذاشت. اول از یک مجری مشنگ شروع می‌کنیم که خواسته به سبک مجری‌های CNN خیلی با جمعیت تو صحنه همرنگ بشه. این حضور پرشور رو شما می‌بینید که شاهدی گواه بر حضور عظیم مردم هستند. مقام عظمای ولایت بعد از 23 سال منت بر دیدگان ما نهادند و به شهر حماسی کرمانشاه و همکنون هم به عنوان آخرین سفر به شهرستان چنداور آمدند. البته همه ساندیسی ها اینجوری تیپ گریگوری نیستن. توی این کلکسیون تیپ جان تراولتایی هم آورده بودن. بهش بگی آقا من باهاتم تا آخرش، دوستش دارم. خامنه‌ای توی سخنرانیش تو همین شهر کنگاور دستورالعمل مشخصی برای مسئولین نظام و مجریان تیویریش تعیین کرد. مسئولان کشور در هر نقطه‌ای که هستند سعیشون این باشد کاستی ها را از بین ببرند، زندگی رو برای مردم در حد مقدورات کشور آسان کنند. این مربوط به مسئولان کشور است. اون کسانی هم که دارای فریبونهای گفتن هستند، دارای رسانه هستند، اونها هم سعی کنند نقاط برجسته این ملت را طبق میل دشمن کوچک نکنند، تضعیف نکنند، کمرنگ نکنند. اینم از یه مجری ولایت مدار که مو به مو دستورات عظما رو پیاده کرده. بنده داوود محمدی ساکن قاسم آباد بزرگ در 5 کیلومتری هشگرد هستم. متاسفانه هنوز هیچ کدوم از کوچه ها آسفالت نشدن. مردم تابستان از خاک و زمستان از گل در عذابن. گفته اینجا بخشدار و مسئولین زیادی هم داره ولی برای انجام کار پاسخگو نیستن. 937 آخرش 402. ببین عزیز من، اگه قرار بود که اونی که مسئول میشه پاسخگو باشه که اصلا نمیرفت مسئول شه. اونی که میخواد پاسخگو باشه خب زیر دست کارمنده، نمیدونم سمت عادیشو داره. مسئول شدن که پاسخگو نباشن. شما چه توقعی دارین؟ بعدم بستگی میکنن. یه وقته یه روزایی از سال هست که دوستان شوق خدمتشون بیشتره به دلایل مختلف. امیدوارم که تو اون روزا به هر حال کلا در آسفالت کردن تخصص دارن، این کارم براتون انجام میدن. البته اینطور نیست که همه دستورالعمل‌های عظما برن زیر آسفالت. بعضی هاش مثل این نسخه‌ای که برای علمای دین میپیچه دیگه واقعا مو به مو اجرا میشن. اول اینو گوش کنید. نظریه پردازی سیاسی و نظریه پردازی در همه جریان‌های اداره یک ملت و یک کشور در نظام اسلامی به عهده علمای دینه. اون کسانی میتوانند در باب نظام اقتصادی، در باب مدیریت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیت نظر اسلام را ارائه بدهند که
متخصص دینی باشن، دین رو بشناسن. حالا این هم نظریه پردازی یکی از متخصصین دین ولایت در باب اقتصاد و تکنولوژی روز دنیا. ما ماشینا یکی میدونید هر روز یه ماشین از یه ماشین سال یه مرتبه اروپا به خصوص هر سال یه ماشینی که میده بیرون از سال قبل مدرن‌تره، اما واقعا هیچ کدوم تا حالا اسب شدن، شتر شدن. این ماشین باید بنزینش کرد، این شتر خودش میره تو صحرا، خودش میچره، خودش خدا در میاره. ماشین فقط به ما سواری میده، شتر هم سواری میده، هم گوش میده، هم شیر میده، هم کرک میده. آقا راست میگه، تازه شتر علاوه بر همه اینها میتونه به جای سپر هم استفاده بشه. این نظریه پرداز نظام در این رابطه خاطرات زیادی داره. این فارس یلیل است. اینا در یکی از جنگا من همراهش بودم. 1000 نفر حمله کردن، 1000 نفر یک طرف، این یکی یک طرف. کر شتر را به عنوان سپر رو دستش نگر داشت که به شمشیر نخوره. کر شتر را 300 کیلو باره رو دستش نگر داشت که شمشیر بهش نخوره و با یک دست یک تنه با 1000 نفر جنگی و پیروز شد. مگه میشه به جنگ این بری؟ از اونجایی که مقام عظما به همه آخوندا کارت سفید نظریه پردازی داد، این حاج آقا اوورتور هم نظریه های جدیدی در باب موسیقی حلال و حرام ارائه کرد. موسیقی زیرزمینی همون موسیقی خانگی موسیقی هستش که از غیر طریق مثلا کانال وزارت ارشاد یا مشابه اون تولید میشه و توزیع میشه باشه. حالا اگر ما بیایم بگیم هر کاری در جمهوری اسلامی خلاف قانون بشود حرام شرعی است، بله این هم میشود حرام شرعی، ولی اگه همچین چیزی رو در نظر نگیریم بله غیر قانونی هست اما ممکنه غیر شرعی نباشه. از اون طرفش هم مقام اعظم رهبری در بعضی از فتواهاشون تصریح به این موضوع داشتن که حتی ممکنه یک موسیقی از طریق وزارت ارشاد مجوز بگیره توزیع هم بشه ولی غیر شرعی باشه. یعنی به نظر میاد که مطابق نظر ایشون صرف مجوز داشتن دلیل بر شرعی بودن نیست. یعنی خلاصه میخواد بگه که هر جا منافع خامنه ای ایجاب کنه موسیقی حلال میشه و هر جا نخواد با یه فتوا همون رو حرام میکنه. به خاطر همینه که مردم یه لگد میزنن زیر این بساط دین فروشی و هر جا لازم شد کار خودشون رو میکنن. بریم آقا، بریم قاسم آبادی، برو بریم. در بخش تصاویر برگزیده این هفته 2 تا صحنه براتون داریم که اولیش استقبال کلمی از احمدی نژاد در یکی از سفرهای اخیر استانیشه. هیچ کس هم نفهمید که بالاخره کی با این گل کلم از احمدی نژاد استقبال کرد. تصویر بعدی هم صحنه نمادین از وضعیت نظام در اجلاس حقوق بشر ملل متحده. از اول تا آخر صحبت نماینده نظام هم هیچ کس نیومد تابلو رو بچرخونه. And its content is absolutely unjustified, unwarranted and unacceptable. در انتها توجه شما رو به یه شیوه قدیمی حل جدول ضرب جلب می‌کنیم که توسط این هموطن یزدی آموزش داده میشه. تو عصر آیپد و آیپود بعیده کسی این شیوه ساده رو بلد باشه. عرضه که زمانی رضا شاه زوری گفت بچه ها برم از درس بخونم. من قرآن خوندم یک کم که با خرم راشم کلاس اول نخوندم، اول رفتم کلاس دوم. کلاس دوم رو تموم کردم، کلاس سوم امتحان شد اول شدم دیگه نرفتم. یک قدر مدرسه را یک قدر خوندم. شما آقا چند سالته؟ حالا 8 سال. حالا یکی شما از 6 تا 9 یادگار هرچی میخواد بگید من با انگوش یادش بپرسه
یعنی چی آقا؟ هفت از 10 چیه؟ 8 از 10 2 چند تا باشیده؟ 5 اینا که باشه یکی بیاته 50 تا اینا که خوابیده زرده همون 2 3 تا 6 تا 7 8 تا تا شدی چی شد جان؟ چی شد خب یکی دیگه 8 4 نمیشه راست میگی راست 6 کم تر دل نخون نداره 8 9 8 از 10 2 9 از 10 1 چند تا باشیده؟ 7 ضرب در 10 70 70 1 2 2 72 تا 1 2 تا 2 تا آخه 8 تا الان 8 تا 9 تا 72 تا وایسا نه محاسبش 8 تا 8 از 10 2 8 از 10 2 چند تا باشیده؟ 6 تا این 60 تا 2 تا 4 2 تا 4 دست 4 درست 7 تا 8 پرسیدیم 7 تا گفتم خودم 7 از 10 3 8 از 10 2 چند تا باشیده؟ 5 ضرب در 10 50 تا 2 تا 6 درسته این صف چیه؟ خود یادداشت باشه سن هاید معلم یادم داد سال اول سال 1318 یادش میگه یادش نه معلمش از 9 بیشتر نخون نداره درسته تا 6 تا نخون کمتر نداره متوجه شدی 9 از 10 1 9 از 10 1 چند تا باشیده؟ 4 8 8 ضرب در 10 80 8 تا 1 تا 1 تا 80